دادگاه شهر مسکو دعوای یک جوان تاجیک را که از شرکت مکدونالدز مسکو خواسته بود 1 میلیون روبل جبران مادی و معنوی بپردازد قسما قانع کرده است. دلشاد برهانوف ساکن 34 ساله ناحیه اسفره میگوید سال گذشته در نزد درآمدگاه یک رستوران مکدونالدز در مرکز مسکو پایش به یک میله آهنین برخورد و سخت آسیب دید و این حادثه به عیب کارمندان مکدونالدز به وقوع پیوسته است. برای این بی‌اعتنایی به امنیت میزبان دلشاد برهانوف به دادگاه شکایت برد و از مکدونالدز مسکو خواست تقریبا 1 میلیون روبل جبران بپردازد. خود دلشاد با ماست و دلشاد دادگاه دعوای شما را قسما قانع کرد ولی گفت که جبران باید کمتر و 10,000 روبل باشد. سبب این گونه قرار چی هست به فکر شما؟ روز 14 ایول محاکمه در دادگاه شهر مسکو صورت گرفت و دادگاه به نفع من حکم برآورد. تا این زمان دادگاه ناحیه تورسکایا در شهر مسکو دعوای مرا بی‌اساس و حتی غیر قانونی نامیده آن را رد کرده بود. اما در این مبارزه ما غالب آمدیم و حق بر جانب ماست. دادگاه شهر مسکو قرار کرد که دعوای ما قانونی است و طرف ما را گرفت. دادرس امر داد که شرکت به ما 10,000 روبل جبران پردازد ولی عین زمان پرداخت خراجات دادگاهی را رد کرد. گپ سر آن است که شرکت به ما مشورت حقوقی می دهد که به گفته دادگاه به من تعلق دارد و برای همین خرج دادگاهی نباید پرداخته شود. ولی من برای خدمت به این شرکت پول دادم و سندها را هم دارم و برای همین سبب چنین حکم برآوردن دادگاه برای من فهمو نیست. دلشاد چرا به فکر شما باید جبران 1 میلیون روبل باشد؟ یعنی ضرری که شما دیدید همین قدر است یا مسئله پرینسیپالی یا اصولی است؟ ما می‌خواهیم در تجربه دادگاهی روسیه یک نمونه آن را بسازیم که جبران معنوی به قدر کافی پرداخته شود. جبران‌هایی که در روسیه می‌پردازند بسیار ناچیز است. موافق به طلب شهروندان و موافق به رنج معنوی کشیده انسان‌ها نیست. جبران‌های معنوی باید به ارزش‌های معنوی و اخلاقی در جامعه برابر باشند. وقتی ما میگوییم در جامعه متمدن و دنیوی زندگی میکنیم باید حجم جبران را به یک حد منطقی رسانیم. 10,000 روبل عملاً 100 مراتب کمتر از جبران است که ما طلب داریم. با 10,000 روبل چگونه میتوانید عاقبت‌های رنج و اذیت معنوی را رفع کنید؟ با 10,000 روبل شما 4 دفعه به ماشین خود بنزین میریزید. به این حد تعیین کردن جبران معنوی مثل آن است که استخوانی را پیش سگ گرسنه پرتایید. دلشاد، بعضیا میگویند که شما خواستید از همین راه از یک حادثه خرد به قول پول کار کنید که عملی درست یا خوبی نیست. شما در این باره چی میگویید؟ به این مردم چی جواب میدهید؟ من میخواستم بگویم که هر انسان برای زندگی و پیدا کردن درآمد کوشش میکند و تأمین خود و خانواده و این یک هدف زندگی انسان است. به فکر من ادعاها درباره پول کار کردن من با این گونه دعوا مبالغه است و از جبرانی که ما طلب داریم کسی ثروتمند نمی شود. من به این مسئله از نظر منفعت جامعه نگاه میکنم چون که ما اگر به مقصد خود نائل شویم به نفع تمام جامعه می شود. انسان ها باید برای ضرر معنوی جبرانی مناسب بگیرند. یک سوال اینجاست که بعضیا میگویند در روسیه حالا یعنی تمایل های ضد امریکایی هست و اگر مثلا یک شرکتی روسی بود شما این کار رو نمی کردید، یعنی بعد دادگاه نمی رفتید. نظر شما در این باره چه است؟ واقعا همین گونه تمایلات سیاسی هست و شاید به نفع به حقوقدانها تأثیر رساند. ولی این گونه مسئله ها نباید به کار دادگاه تأثیر رسانند، زیرا یک محاکمه صرف معیشی است و سیاست هم نباید به آن تأثیر گذارد. من امیدوارم که نظام دادگاهی روسیه آنگونه که میگویند مستقل است و نوابسته به افزای جامعه و تمایل‌های سیاسی حکمی بی‌طرفانه صادر می‌کند. هرچند به عقیده من تمایل ضد امریکایی در روسیه می‌تواند به نفع من باشد. هرچند من زیاد سر این حساب نمی‌کنم.
تشکر. دلشاد برهانوف ساکن ناحیه اسفره با ما صحبت میکرد و درباره دعوای دادگاهیش بر ضد شرکت مکدونالدز مسکو. تشکر دلشاد.